تصنیف عقرب زلف کجت از علی اکبرخان شیدا در دستگاه همایون. علی اکبر شیدا موسیقیدان، نواساز و خوشنویس معاصر ایرانی هست. در سال 1259 قمری در شیراز متولد میشه. فرزند مرشد علی هست و وفات او در 1324 قمری در تهران اتفاق میفته. تصنیف‌های امشب شب مهتابه، کیکی در میزنه، بت چین و بسیاری تصنیف‌های دیگه‌ای که در خاطره قومی مردم ایران ثبت شده از او هست. عارف قزوینی شیدا رو به عنوان نفری که جلوتر از او به تصنیف مدرن ایرانی پرداخته نام میبره و به نوعی خودش رو تأثیر پذیرفته از سبک و سیاق شیدا میدونه. علی اکبر شیدا مثل پدر خودش مرید صفی علی شاه شد و وقتی به تهران اومد با احتشام علی خان ظهیرالدوله تجدید بیعت کرد و در خانقاه صفی علی شاه در شاهآباد تهران سکنا گزید. او همچنین به عضویت انجمن اخوت در اومد که احتشام علی خان ظهیرالدوله تأسیس کرده بود. علی خان ظهیرالدوله مؤسس تئاتر و کنسرت موسیقی ایرانی به شیوه جدید در ایران بود که این برنامه ها در انجمن اخوت برگزار می شد و شیدا هم تصنیف هاش از جمله مرود نبی و بت چین در اون مجموعه اجرا می شد و مورد توجه و استقبال عموم قرار می گرفت. ژوکوفسکی محقق و تاریخ نویس معاصر در مورد تصنیف های ایرانی که خیلی هم علاقه به این تصنیف ها داشته و جمع‌آوری اونها در اصفهان به تصنیفی برمیخوره به نام سلیجان که با ترجیبند در غم زلفت دل شیدا شکست هست و این از تصنیف های شیدا به حساب میاد و مشخصه که تصنیف های شیدا در همون دوره هم در بین مردم ایران به سرعت رایج میشد. مجموعه آثار شیدا رو میتونیم تأثیر پذیرفته از دوره ادبی بازگشت بدونیم و همچنین موسیقی خانقاهی هم بر مجموعه آثار او بسیار تأثیر گذاشته. این تصنیف در همایون میکرون اجرا میشه. فا دیز داریم، میکرون داریم و سی بمول. کوکمون دو، سول، سول و ره. میتونیم با دو، سول، ره هم اجرا کنیم. شعر این تصنیف رو برخی به ناصرالدین شاه منسوب میدونن ولی به نظر میرسه که نادرست باشه. وزن این آهنگ در 6/8 از ضرب بالا شروع میشه. اگر هر ضرب رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم و بشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 اول سکوت و از 3 موسیقی شروع میشه. 1 2 عقرب. از فا دیز به سول 1 حرکت میکنیم. فا سول لا سی سول سی لا فا سول لا سول دو سی لا فا سول لا سی سی لا سول فا لا سول فا می سول 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 فا فا سول فا می ره می سول فا می ره سول 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 فا فا سول فا
دونه تریل دارن، سی لا سول لا سی، همچنین لا سول فا سول لا، سول فا می فا سول، سول فا می، بعدش لا سول فا سول لا، سول فا می فا سول، فا می ره می فا می، لا سول فا سول لا، سول فا می فا سول، فا می ره می فا می ره. این تصنیف رو با سرعت 56 اجرا میکنیم.